اگه خیانت دیدی و نمیدونی که بمونی یا نمونی، ببخشی یا نبخشی، این ویدیو مخصوص توه. سلام، حالتون چطوره؟ سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. اومدیم با یه موضوعی که خیلی از ما میپرسید، هم توی دایرکت پیج اینستا هم داخل یوتیوب پرسیده شده از ما و میخوایم امروز کامل این رو واضح کنیم که آیا خیانت رو میشه بخشید یا نه. بین مراجعه خیلی میبینیم افرادی که دغدغه اینو دارن، خیانت دیدن ولی نمیدونن ببخشن، بمونن یا چی کار کنن و شرایط هر کسی هم فرق میکنه و یه نسخه رو نمیشه برای همه افراد پیچید که باید حتما چی کار کرد. حالا اینجا میخوایم صحبت کنیم راجع به این عواملی که توی تصمیم گیری میتونه خیلی تاثیر بذاره. قبل از اینکه شروع کنم یه مسئله رو توضیح بدم. این دوتا رو با هم قاطی نکنید. یکی موندن و نموندن، یکی بخشیدن و نبخشیدن. چرا؟ چون یه آدم میتونه بمونه و نبخشه، یه آدم میتونه بمونه و ببخشه، یه آدم میتونه نمونه و ببخشه، یه آدم میتونه نه بمونه نه ببخشه. پس 4 تا حالت متفاوته. اینا رو به هم وصلش نکنیم. اما چجوری و در چه حالتی میشه طرف مقابلمون رو بخشید؟ اولین شرطش اینه که عمیقاً طرف پشیمون شده باشه و با تمام وجود برای تغییر دادن شرایط، تغییر دادن زخم‌های روان خودش و تغییر دادن اون حس و حال و بی‌اعتمادی همسرش با جون و دل تلاش کنه. و یه مورد خیلی مهمی هم هست، این مشکل لزوما ممکنه مربوط به رابطه 2 نفر نباشه، ممکنه مربوط به رابطهشون هم باشه. یعنی 2 حالت داره. یا فرد خلاهای خیلی زیادی درون وجود خودش و روانش داره و با خیانت کردن میره به جبرانش. ممکنه هم هست توی اون رابطه مشکلات واقعی وجود داشته باشه که نیاز افراد رو برطرف نمیکنه و لازمه هر 2 نفر براش تلاش کنن. هر 2 نفر، نه فقط فردی که خیانت کرده. معمولا فردی که خیانت میبینه هم به لحاظ روحی و روانی آسیب میبینه دیگه. حالا ممکنه سهیم باشه تو مشکلات اون رابطه، پس باید هر 2 نفر تلاش کنن، مشکلاتشون شناسایی کنن و رفعش کنن. پس همونطور که فاطمه گفت، دومین شرط این که بتونیم خیانت رو ببخشیم این باشه که قبل از اینکه این خیانت رخ بده دیده باشیم مشکلات واقعی حل نشده ای رو توی ارتباط. مورد بعدی که اگر وجود داشته باشه احتمال بخشیدن و اینکه اگه ببخشیم دیگه رخ نمیده رو بالا میبره، یعنی میتونیم ببخشیم. نفس کم آوردم، همه رو توی نفس گفتم. اینه که 2 تا آدم قبل از اینکه خیانت رخ بده صمیمیتشون، حال خوبشون، رابطه‌ای که دارن، خوشبختی که دارن به یه حد مطلوب و خوبی بوده باشه. یعنی صمیمیت بینشون بتونه جبرانش کنه. دقیقاً. اون اتفاقی که افتاده رو. دقیقاً. اگر ببینیم قبل از اینکه این خیانت رخ بده 2 نفر با هم غریبه نبودن، زن و شوهر بودن، زندگی خوبی داشتن، هر دو راضی بودن و بعد این خیانت رخ داده، اینجا احتمال اینکه اگه ببخشیم، اگه پروسه درست التیام خیانت رو طی کنیم، رابطهشون به یه حالت خوبی میرسه خیلی بیشتره. مورد بعدی که خیلی مهمه اینه که یک بار بوده باشه، نه اینکه یه الگوی تکراری که توی زندگی مشترکشون مدام دارن به شکل مزمنی باهاش سر و کله میزنن، مدام این خیانت رخ میده. اگر یه الگوی رفتاریه، بخشیدنش خب خیلی سخت‌تر میشه. اگه یک بار باشه، خب یه بار اون اعتماد خراب شده، به هر حال درگیری و مشاجرات بینشون هست تا برگردن به حالت عادی دوباره اعتماد شکل بگیره. اما اگه تکراری باشه، تا میاد اعتماد شکل بگیره خراب میشه. دوباره یه خیانت دیگه، دوباره سر کله زدن. جالبه بدونید 7-8 مدل انواع خیانت هست که هر کدومش یه دلیلی داره، یه علتی داره و به خاطر یه مشکلی پیش میاد که حتما یه ویدیو هم در مورد براتون خواهیم ساخت و وقتی که اون ویدیو رو بسازیم این بالا برای شما کاردش نمایش داده خواهد شد که انواع خیانت و اینکه هر کدوم از خیانت ها به چه علتی رخ داده. اما همونطور که فاطمه گفت، احتمال اینکه این فرد مجدد خیانت کنه فقط تو خیانت‌های تصادفی گذرا که شاید در زندگی طرف یک بار رخ بده وجود داره. اگر همونطور که فاطمه گفت الگوی تکرار رفتار باشه، خب
شاید بخشیدنه کار خاصی نکنه. فاطمه موضوع دیگه‌ای که خیلی میبینم، چیزی میخوای در این مورد بگی؟ نه در این مورد نه. خب موضوعی که خیلی دارم میبینم که آدما به خاطرش متاسفانه ناچار میشن حتی وقتی طرف خیانت کرده ببخشن، این دوتا موضوعه. یک، فرزند، بچه ها، حالا یا بچه‌هایی دارن که توی سن خیلی خاصی هن، مثلا سنی که داره کودکی تکمیل میشه 2 3 4 5 سال تا 7 سالگی، یا سنی که تایم ازدواج یا بحران بلوغ و هویت بچه است. یعنی به خاطر اینکه شرایط اجتماعیشون رو بتونن حفظ کنن ناچار به موندن میشن. و دومین دسته وقتی که یک خانم یا یک آقا تمام وابستگی و تکیهگاه و همه چیش اون همسرش باشه. یعنی به لحاظ شخصیتی هم مهمه فردی که میخواد ببخشه چه شخصیتی داشته باشه. بعضی از شخصیت ها مثلا فردی که خیلی شکاک و سختگیر باشه، این بخشیدن واسش حکم مرگو داره، اصلا نمیتونه ببخشه. دقیقاً. مدام ذهنش وسواسگونه پیگیر این ماجراست که نکنه دوباره اتفاق بیفته. ولی معمولا واسه شخصیت وابسته بخشیدن راحت تره. دقیقاً. اصلا همینو دارم میگم. اون آدمی که میخواد طرف مقابلش رو به خاطر اون خیانتی که کرده تنبیه کنه، تصمیم گرفته به بمونه یا بره، باید بسنجه ببینه آیا من جایی برای رفتن دارم؟ آیا پشتوانه مالی دارم؟ آیا الان اگه از تو این خونه بیام بیرون به خاطر اینکه تنبیهش کنم که به من خیانت کرده، آیا تا به امروز کسب و کاری شکل دادم؟ تحصیلی دارم، مهارتی دارم که ازش پول درارم، خانواده یا بستگانی دارم که من حمایت کنه، یا قرار تنبیه کردن اون آدم بیشتر تنبیه واسه خود اون آدم باشه؟ حالا هر کدوم از این نکتهایی که گفتیم واقعا میتونه دلیلی باشه که من به خاطرش طرف مقابلم رو ببخشم. بستگی به شما داره، بستگی به شخصیتتون و شرایطی که توش هستید داره. همونطور که میلاد گفت ممکنه گاهی اوقات وجود فرزند باعث بشه که ما تصمیم دیگه ای بگیریم، گاهی اوقات هم نه، با وجود فرزند نمیخوایم ببخشیم و ترجیح میدیم که جدا بشیم و زندگی دیگه ای داشته باشیم. اصلا واسه ما داخل کامنت ها بنویسید اگه همچین شرایطی پیش بیاد، اگه بچه داشته باشید تو سن بحرانی و ازدواج کرده باشید، آیا میمونید؟ آیا میرید؟ آیا خیانت رو میبخشید یا نه؟ در ضمن یه نکته بسیار مهم، لطفاً اینو ساده نگیرید که میتونم بگم تقریباً به تعداد تمام مراجعینی که توی حوزه خیانت داشتم این رو دیدم. الگوی گذشته یه فرد. عموما فاطمه کسی که توی زندگی مشترک خیانت میکنه وقتی بررسی میکنیم میبینیم تو دوران دوستی هم یه خیانتای ریزی داشته، تو دوران عقدم یه خیانتایی داشته. یعنی بررسی گذشته فرد بسیار مهمه. حالا ممکنه با یه سری عوامل دیگه‌ای هم شناخته بشه، مثل آزادی طلبی زیاد فرد، ازدواجی که تو سن خیلی بالا انجام داده، یا اینکه توی دوران مجردی خودش به یه کار، به یه تحصیل پایبند نبوده، هی از این شاخه به اون شاخه پریده. همه اینا میتونه نکات خیلی مهمی باشه، یعنی نشونه باشه که طرف مقابلم تنوع طلبه، خیلی آزادی خواه، هیجان طلبه و اینا عواملیه که احتمال خیانت رو خیلی بیشتر میکنه. اما از کجا بفهمیم که گذشته طرف چجوری بوده؟ چجوری گذشته طرف رو بررسی کنیم؟ به چه نکاتی تو گذشتهش باید حتما توجه کرد؟ پیشنهاد میکنم این ویدیو رو ببینید، دونه دونه با مثال و راهکار براتون توضیح دادیم. بریم سراغ این که چه زمانی نمیتونیم خیانت رو ببخشیم، یعنی نباید خیانت رو بخشید. همونطور که قبلا هم گفتم وقتی خیانت خیلی تکرار میشه، یعنی یه الگوی تکراری توی اون رابطه زندگی مشترک داره، احتمال اینکه خب بخواد در آینده اتفاق بیفته بیشتره دیگه و فرد دیگه نمیتونه اعتماد کنه، نمیتونه فرصت بده. فرصت هم اگر بده باز تکرار میشه، باز آسیب میبینه. شاید اگه الگوی رفتاری باشه، با وجود اینکه با هم صحبت کردید، قرار گذاشتید، جریمه گذاشتید، مشاوره رفتید، ولی باز هم داره تکرار میشه، شاید اون زمان دیگه بخشیدن فایده ای نداره. یه چیزی که فاطمه خیلی زیاد و جالب دارم میبینم توی افرادی که خیانت میبینن، دنبال یه اتفاقن، دنبال اینن که مچشو دقیقاً موقعی که داره خیانت میکنه بگیرن، که بهش ثابت کنن تو داری خیانت میکنی، در حالی که قبلش هم 1000 بار این کار کردن ولی طرف کتمان کرده. نه توهم زدی، اشتباه میکنی، من نبودم، نمیدونم تشابه اسمی بوده. یعنی حتی اگه مثلا تو گوشیش هم ببینه ممکنه بگه بیاد، خب بگه این کی، بعد گوشی رو بگیره پاک کنه همون لحظه، بگه یا بگه نه این دوستمه، اصلا گوشیمو داده بودم رفیقم، اون به این پیام داده. خیلی موارد این شکلی توجیه هست که میشنویم. و خودتون رو گول نزنید. اگه طرف مقابلتون تکرار داره میکنه با این توهم، با این امید واهی که
اگه بتونم ثابت کنم خیانت کرده، بعد قبول میکنه که خیانت کرده و بعد خیانت رو میذاره کنار، خودتون رو گول نزنید. شما بهش ثابت نمیتونید بکنید که خیانت کرده، خودش که میدونه خیانت کرده. دقیقاً، یعنی اصلا نیازی نداره که شما بخوای به طرف مقابلت ثابت کنی که خیانت کرده. خودش از جزئیات خیانتش بیشتر از شما میدونه، از نیت خودش باخبره. اینکه شما فهمیدی کفایت میکنه. و اگه بخوای بهش بفهمونی به امید تغییر، داری عمرت رو، زمانت رو و زندگیتو میسوزونی. دومی عاملی که باعث میشه بخشیدن و گذشت کردن از خیانت منطقی نباشه، نبود پشیمونی تو طرف مقابل و توجیه کردن و انداختن تمام مسئولیت رو دوش شماست. تقصیر توه، تو به من رسیدگی نکردی، تو نیازامو جواب ندادی، تو بد بودی، تو ایراد داشتی. یعنی به جای اینکه از اشتباه خودش پشیمون بشه، میاد به شما احساس گناه و احساس بی‌کفایتی میده از اینکه تو اصلا باعث خیانت منی. تو انقدر به من شک کردی که من خیانت کردم. تو انقدر تو رابطه به من کم محبت کردی که من به این سمت سو رفتم. هیچ توجیهی نداره خیانت. شاید شما شکاک بوده باشی و واقعا دامن زده باشی، نقطه ضعفتون نشون بدی که من از خیانت میترسم و این اتفاق بخواد بیفته. یعنی تو واقعیت این احتمال هست، اما باز هم توجیهی نیست برای خیانتی که اتفاق افتاده. دقیقاً همه اینایی که داریم میگیم دلایلشه، اما توجیه و اینکه بخواد طرف بپذیره پس اوکی برم خیانت کنم نیست. ببینید توی هر حالتی که بسنجیم، توی بدترین شرایط هم که در نظر بگیریم، طرف اجازه نداره روابط موازی داشته باشه، چون در ابتدا خیانت به خودشه و بعد خیانت به طرف مقابلش. و اینکه لذت ممنوعه یواشکی با یکی دیگه در ارتباط بودن هم مثل لذت ممنوعه یواشکی اون دستبند طلایی که تو مغازه میبینیم و حس میکنیم دوستش داریم ولی پولشو نداریم رو قایم کنیم برداریمه. درسته کیف میده، اما تو داری کار غیر قانونی میکنی، کار اشتباه میکنی و باید هزینه‌اش رو بپردازی. جای دیگه‌ای که بخشیدن رو خیلی نمیپذیریم اینه که آسیب اون خیانت یا هزینه اون خیانت واسه فرد خیانت دیده خیلی سنگین باشه، یعنی اون خیانت خیلی گرون براش تموم شده باشه. برای مثلا یک خیانتی اتفاق افتاده باشه که آبروی فرد رو خیلی بدجور برده باشه. برای فرد مثلا یه خط قرمز باشه، خط قرمز خیلی مهمه پررنگی که اگه طرف مقابل بخواد ردش کنه دیگه نتونه ببخشه. مثلا مثال میگم، اینا متاسفانه اتفاق میفته. مثلا طرف رفته خیانت کرده با مادر زن خودش و اون خانم نمیتونست ببخشه، یا خواهر زن اون خانم نمیتونست ببخشه. یا مثلا یک دوست بسیار صمیمی همسرش داشته، همه جا با هم بودن، آقا و خانم هم نداره، نگیم خانم دوست صمیمی داشته. خیلی وقتا این شکلیه که یه آقای یه دوست خیلی صمیمی داره، سالها با هم رفیقن، خانمش با این آقا ارتباط گرفته، رفیق شده و این انقدر سنگین میشه، انقدر هزینه این خیانت بالاست که اون فرد خیانت دیده نمیتونه عبور کنه. و چون نمیتونه عبور کنه، اینجا بخشیدن در این مغز یه تعارض ایجاد میکنه و اینجا جزء جاییه که ما عموما نمیتونیم خیانت رو ببخشیم. مورد بعدی این که اصلا ممکنه خیانت پیامد یه اختلال باشه، حالا اختلال روانی یا اختلال شخصیتی فرد. دقیقاً. یعنی نمیشه بخشید. چرا؟ چون حتی اون احتمال تکرار رو هم خیلی بالا میبره. مشکلات دیگه ای هم تو رابطه هست که همه اینها پیامد اون اختلال شخصیتی یا اختلال روانه. من و فاطمه داریم در مورد اینکه میتونید ببخشید یا نه صحبت میکنیم. شاید این توضیح رو روش بدم جالب باشه. اینکه شما اراده دارید و اجازه دارید ببخشید یا نبخشید دست خودتونه. دقیقا. ما اون جاهایی که میگیم نمیتونید ببخشید منظورمون اینه که اگه ببخشید فایده ای نداره. دقیقا. اون جایی که گفتیم میتونید ببخشید یعنی اگه ببخشید و یه سری کارها رو رعایت کنید به احتمال زیاد زندگیتون به حالت عادی برمیگرده. اینایی که داریم میگیم نمیشه بخشید، میتونید ببخشید ولی بخشیدنتون بیفایده است. دقیقاً فاطمه خوب گفت. اختلال‌های شخصیت و آسیب‌های عمیق. کسی که اختلال شخصیت مرزی داره، امروز ممکنه تو همین لحظه باش دعوا کنی، بره سوار تاکسی بشه و تو تاکسی با اون راننده رابطه بگیره. امروز ممکنه تو دعوا کرده باشی باش، همون لحظه که رفتی تو اتاق بخوابی و بیرون داره گریه میکنه، بره با یکی که بهش دایرکت داده رابطه بگیره. و
هر چقدر قول بده، قسم بخوره، بگه اشتباه کردم، دوباره تو دفعه بعدی همین مسئله پیش میاد. دقیقاً. خیانت توی هر زمانی برای هر رابطه ای ممکنه. حالا احتمالش توی سری روابط بیشتره، همونطور که گفتیم اگه یکی از یا هر دو طرفین بخوان اختلال شخصیت داشته باشن، مسائل مشکلاتی بینشون باشه و خیلی ریسک فاکتورهای زیادی داره که احتمالش رو بالا میبره، ولی برای هر رابطه ای ممکنه. و همه اینایی که توضیح دادیم تا اینجا یه توضیحات کلی بود، یه سری موارد رو اشاره کردیم که بهتون کمک کنه یه چشم اندازی داشته باشید. اگه خدایی نکرده این خیانت رو تجربه کردید، بدونید در چه صورتی بهتره ببخشید و در چه صورتی بخشیدن فایده ای نداره. و یه نکته بسیار مهم، لطفاً اگر خدایی نکرده با خیانت توی ارتباطتون مواجه شدید، اولین کارتون گرفتن نوبت زوج درمانگر باشه. چون هیجان بسیار بالاست، رفتارهای غلط آدم میکنه، پیگیری هایی میکنه که خود اینا هم خیلی میتونه آسیب بزنه. توی یه ویدیو هم میتونیم اولین اقدامات اورژانسی در زمان خیانت رو حتی بهش بپردازیم. دقیقاً. اونم براتون خواهیم گذاشت. حالا میلاد گفت زوج درمانگر ممکنه همسر شما مشاوره نیاد به هر دلیلی. خودتون برای اینکه با یه نفر بتونید راحت حرف بزنید، مسائل رابطتون رو بررسی کنید، حتما یه مشاوره فردی حداقل بگیرید. حالا که رسیدیم به آخر ویدیو، باید بپرسیم آیا خیانت بخشیدنیه؟ باید بخشید؟ نباید بخشید؟ این کاملا وابسته به خود فرد، آسیبی که دیده، سبک شخصیت خودش، مدل همسرش، تعداد دفعاتی که اون آدم خیانت کرده یا نه، و نمیشه یک نسخه ثابت پیچید. و کسی هم به شما نمیتونه بگه ببخش یا نبخش، بمون یا نمون. حتی مشاوری که دارید باهاش صحبت میکنید، این تصمیم نهایی خود شخص شماست. و تراپیست و زوج درمانگر فقط میتونه به شما توضیح بده و واضح تر کنه پیامدهای موندن چیه، پیامدهای رفتن چیه، در بلند مدت آسیب‌ها و سودهای هر کدوم چیه، و باز تصمیم نهایی با خود شماست. آخه من نمیتونم فراموش کنم. بخشیدن به معنی فراموش کردن نیست، به معنی عبور از اون احساسات خیلی زیاده، به معنی عبور از اون خشم زیادیه که نسبت به طرف مقابلتون دارید، که همونطور که میلاد گفت حتما با یه زوج درمانگر و مشاور فردی باید این مسیر رو طی کنید. من همیشه توضیح میدم برای مراجعین، میگم که مثلا پدر بزرگ مادر بزرگی داری که به رحمت خدا رفته باشه، میگه آره داشتم، اسمش اینه، اینجوری بود. گفتم موقعی که فوت شد براش خیلی گریه کردی، میگه آره گریه کردم، قصه خوردم. بعد میگم خب الان که داری در موردش میگی گریه نکردی، بغضم نکردی. گفتم ببین کنار اومدن با یه داستان همینه، این بخش هیجانش چون تجربه میشه کنده میشه، اتفاق یاد ما میمونه، مثل فوت شدن یه عزیزی که سالها پیش رفته. ما الان به خاطرش گریه‌زاری نمی‌کنیم ولی فراموشش هم نکردیم و خدا رو شکرم که فراموش نمیشه. شما فرض کنید هر 6 ماه تمام اطلاعات مربوط به خیانت‌ها و عدچکنی‌ها از ذهن هر کدوم از ما پاک میشد. دوباره 6 ماه بعد همون اتفاقا میتونست برای آدم بیفته. پس چقدر خوبه که یادمون میمونه و همونطور که فاطمه گفت فقط خوبه بتونیم با اون هیجانه، با اون تنشه، با اون درده که کشیدیم کنار بیایم. توی یه رابطه‌ای که برش خیانت اتفاق میفته، ممکنه هم فرد خیانت کرده هم فرد خیانت دیده مقصر باشن، اما گاهی اوقات هم ممکنه فردی که خیانت دیده مقصر نباشه. پس شما این رو در نظر بگیر که لزوما مقصر نیستی. اگر خیانت دیدی یا اگر خیانت کردی، ممکن مسائل شخصی داشته باشی که باید به اونا رسیدگی کنی. و به یادت باشه اگر طرف مقابلت خیانت کرده به معنای وجود کمبود یا نقصی درون وجود تو نیست، بیشتر مربوط به کمبودها و نقصها درون وجود خودشه. این رو با خودت نگیر که لابد من کم داشتم، من خوشگل نبودم، من نمیدونم فلان کار نکرده بودم، من این خوبی رو نداشتم. نه، طبیعیه که اولین جایی که آدم به سراغش بره، مخصوصا آدمایی که خیانت میبینن، اینه که بیان ببینن من چه مشکلی داشته باشم، من چه مشکلی داشتم. اما اصلا این موضوع نیست. و آیا ما قراره آدمای 100% کاملی برای طرف مقابلمون باشیم؟ نه، ما تلاش میکنیم تا جایی که میتونیم خوب باشیم. قرار نیست آدمای کاملی باشیم، قرار نیست برای فرزند خودمون والد 100% عالی باشیم. اصلا یه همچین اتفاقی نمیتونه بیفته، چون ما انسانیم، به هر حال ضعف‌ها و مشکلات خودمون رو داریم، حتی اگه براش تلاش کنیم که بهترش کنیم. یه جایی ممکنه اشتباهاتی هم رخ بده.
و بخوایم یا نخوایم خیلی وقتا آدم‌هایی که به ما خیانت میکنن اون آدم‌هایی هستن که سمی ان تو رابطه و ما توی یه رابطه سمی هستیم. ولی چی باعث شده که توی یه رابطه سمی گیر کنیم و چجوری میتونیم خودمون از یه رابطه سمی بیرون بیاریم؟ این ویدیویی که براتون گذاشتیم راهکار کامل و دقیقش رو براتون توضیح داده. خدا نگهدار. خداحافظ.